همه ما دوست داریم اونقدر توانایی مالی داشته باشیم که بتونیم تمام مشکلات هموطنان نیازمندمون رو برطرف کنیم. اما منابع مالی و عمر محدود ما این اجازه رو بهمون نمیده. خیلی موقع‌ها شده که یه پولی کنار گذاشتیم تا باهاش یه کار خیری بکنیم. پول پیش خونه یه نیازمند رو بدیم یا اصلاً یکی از لوازم جهیزیه یه نوعروس رو بخریم. اما چرا فقط یه بار این کارو بکنیم وقتی میتونیم با همون مقدار پولی که کنار گذاشتیم تا آخر عمر جهیزیه کلی نوعروس رو تامین کنیم؟ تازه اونم نوعروسایی که مطمئنی نیازمند واقعی هستن. اما چطوری میشه پولی که برای کار خیر کنار گذاشتیم به آدمای متعددی برسه و کارهای خیر بیشتری انجام بدیم؟ شما میتونید با مشارکت توی طرح قرض ماندگار صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت پولتون رو با نیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار این صندوق بذارید. اینطوری به جای یه بار چندین بار هم از نیازمندان واقعی دستگیری کردین و هم از ثواب 18 برابری قرض‌الحسنه واقعی بهره مند شدین. لازمه بدونید پولهای جمع‌آوری شده تو این طرح برای همیشه جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان واقعی توی این حساب ماندگاره. یعنی حتی بعد از پایان عمر با برکت شما خیرین هم برای همین کار استفاده میشن. شما میتونید با هر توان مالی توی این طرح پربرکت و همیشگی شرکت کنید.